گاهی وقتا فکر میکنی همه از تو جلوترن. یکی زودتر یاد گرفته، یکی موفق‌تر شده، یکی به هدفش رسیده. اما یادت باشه، هیچ کس از اول بلد نبوده. موفق‌ترین آدم‌ها هم یه روزی هیچی بلد نبودن. اما فرقشون با بقیه فقط یه چیز بود. اونا تصمیم گرفتن یاد بگیرن و ادامه بدن. یادگیری یعنی رشد. هر روز یه چیز تازه یاد بگیر، حتی کوچیک. امروز یاد بگیر چطور تمرکز کنی. فردا یاد بگیر چطور با شکست کنار بیای. و پس فردا یاد بگیر چطور دوباره شروع کنی. وقتی یادگیری رو متوقف می‌کنی، در واقع رشدت رو متوقف کردی. اما وقتی حتی یه قدم هم به جلو برمی‌داری، یعنی هنوز زنده‌ای، هنوز امید داری. پس امروز فقط یه قدم، یه چیز جدید یاد بگیر. چون آینده‌ات از همین قدم‌ها ساخته میشه.